این ترسی حالت پیش بینی داره. پس من اول کاری که میکنم خودم رو راحت میکنم با 2 تا جوکر رو از دسته کارت میارم بیرون. یک پیش بینی از این دسته کارت من در میارم. این کارت بد نیست، این کارت رو میذارم اینجا، با این جوکرها ازش محافظت میکنم. خب از بیننده میخوام یک کارتی انتخاب کنه. یک کارت انتخاب میکنه، بر فرض مثال اینجا بگه استاپ، این کارت رو میذارم برای بیننده، میذاره کارتش رو اینجا. کاملا انتخاب آزادانه است. اگر حالا این کارت رو با هم ببینیم چه ربطی ممکنه به این کارت داشته باشه. میبینیم که این کارت نیست جز 3 خاج و همونطور که گفتم بیننده این کارت رو گذاشت هر جایی که میخواست و اون جایی که میخواست بذارتش بین 2 کارت دیگه است و این 2 کارت 2 تا 3 دیگه هستن. حالا میتونید حدس بزنید کارت پیش بینی ما چی بود؟ آخرین 3 خشت.